سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بله وجی سوزی تنجی خوبه. تشکر برادر. بله اجازه در 3-4 minut یک مراجعه داریم با شما با این پدر مادرامون که حتما مراجعه داریم التماس. 2 دقیقه وقت داری گپ ده. 2 دقیقه زیاد. بیا تنها چوپوز همه شما خواهش میکنم اکای محمد اقبال از برای الله سخن ما یک توجیه اول گپ زدم بفهمم چی گفتنی. همین جوانانی که شیر بچه‌ای که میبرن که ما با مبارزه تیاریم شانس یورا نشکا برادر جان. التماس از برای الله. هیچ کس نشکستم. من شانسی هیچ کس نشکستم. وقتی که یک کودک اگر 6 ماهه باشه تولد شود زنده میمونه میمبره سوال. نه میمبره برادر جان. سوال خودت جواب دادی. رحمان میخواهد که مبارزه غیر متشکلانه برده شود. وقتی که اوزی 10 نفر یا 20 نفر یا 50 نفر در جا میخزه در درونشون 3 تا ملیسه را میبره میمونه 4 تا گرانات این پارتای سینی ملیسه همه را میزنه میکشه 20 سال دیگه غلام رستم و غلام سامان میگردی میفوره. نه اشاره که ما نمیفورد значит بفهم که با اگون فکری غلط نکردگیم دیگه. نه شما اگون نه ما شما خوش میکنید کون شیر بچه میبره تیاره همیا نکام کاسی که همین گوش قراره یک کاری غلط میکنه بعد در اوش با مبارزه انقلاب در میشود. اکا محمد با جایم در گوش برادر جان مو همین میگن که با صبر کنین ولی باس همین گپ وجه که نگاه کن ما در چی رو آورده سر اگر خیز انقلاب کنی من رفتم صبر کنی کی رفتم صبر کنی هیچ کس رفتم صبر کنی اگر خیز انقلاب خیز پیش خاص رحمان و بره پیش گفتی گپو خونه رحمان و پیش خونه آزاده بره پیش هیچ کس صبر کنی یگون کس ولی برای همین خیلی برادرای نه مادرای پدرو بابا خیزا برا بسم الله کنه بگه جام که طلب کنه چیزا زمین ور تجاوز داره چیزا برق مو نمیته چیزا اور قیمت های چیزا کار نداره مرحمت خیز تعوا کنه رحمانو هیچ کس شما را من نکاس هیچ کس نمیگه از برای الله اکای محمد اقبال بیا یا دقیقه گم مونده به سخنمون برسونیم مادر عزیز همین باس کنین نگاه کنین پدر عزیز میگن صبر کنین باس کنین ممال گاب نزنین ممال میکشانتون اینا نگاه کنین زن توجیک داتای پای خطویان هم غلام هم استفاده شون میبرن زن توجیک داتای پای روسیه هم استفاده شون هم غلامه نگاه در داخلی خش زن مسلمان خچت حرام خورا زنا میکنن مردم کلو داخل برام ساغر قاطانه کلو بود بخیزن بیناموسی را نگیرن مردم تاجیکستان نسبت به مردم کلوب نکنین اجازه بتین این ظالم ایدران بیرونش میزنیم شون نسبت به همین این دیده است که کلوب میگن خیلی و ترین جود باز کنیم محل چیگیتونه این ظالم میگه شیطانی ملت ای داخلی خودش با افتامت خودش برام سنایپری خودش بدبخت ما رو مردم کلوب اجازه بتین هم داخلی خودش انشاءالله برام سنایپر برام افتاماتای خودش سلاح نمیگیریم ما سلاح گرفتنی نیستیم نه مقصدی که سلاح میگن این افتامات میگن ما اینا در نظر داریم که این ظالم کو اینا نگاه کنیم با چی روز ما رسیدیم بی بدبخت ما در چی روز رسوندیم میگن میگن سبت ندارن نه کلاغاوس حرام خورا میگن سبت دورا ما کامغال نداریم بخزن بگیره 3-4 متر زنجیر پرت و دوستال باش نما فکر کنه که هم کامبغال هم بسته که در ترکی شیطا نمیتونه میخزی نجا میبرونه گپ میزنه این دعوتی برادر فقط دعوت های عمل در دست ما و شما های بای گپ هیچ کاری ما بود نمیشه یعنی خیلی ظلم تو کک صبر کردیم یعنی خیلی ظلم بالای ما گپ برا بسیار میشه یه مردم بیناموس مرغ نکرده بلخ تخمتون خون نکنه بخیزین این زنان که برادرای ما از زناشون تجاوز کردن ناموس شما که جای فرد و پیشگاه علام میرین سوال جوابنامه تهیه کنید انشاءالله. بله سلامت باشه شیری الله. اوخی مردم بگیریم بله لپت کنه امومالی یارو داره ارنش بخوات میگه که زوری هیچ نمیرسه بگیریم بله لپت کنه دوست تاور اینا وقتی که ما مبارز که ما برآمدیم این حکومت دستش هیچی نمیاد دیگه وقتی که ما با قطیم زن گودک پدر مادر 100% علی بخزن همه طلب کنن ای رحمانوف سویت ای رحمانوف طلب کنن کار ای رحمانوف طلب کنن آردی ارزان ای رحمانوف طلب کنن روغن ارزان
الرحمن رو طلب کنه که شکم تا پدنالات خراب که خدا بزنه شکم به ایمانی خدا زاده ول از اینو تمام. بله امید مردمی که مونده من ایرون میشم آقای محمد بود بچه های مقام تجاوز نکنه زنای بچه ها و فرزندامونه تمام یکان گفت نیست دیگه هیچی دیگه ما طلب نکرده استیم شما. سلامت باشی برادر گرامی. سلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. و لایکاتون رو گذارید در پادپیسا کردن توهین نکنید تو انشاءالله با همون مره که نیت کرده ما گذاشتیم انشاءالله اگر پیشتر رسیم فبه و نعمه اگر زیادتر شد اون هم الحمدلله ثم الحمدلله ولی انشاءالله که توهین نکنید در پادپیسا کردن در گذاشتن لایکاتون تا سبب بیشتر بیداری ملت شود. هر روزه خبرها و آن چیزی که از تاجیکستان میرسد این دلالت از پیشروی ما و شماست